استاد سلام علیکم. و علیکم السلام. چه شد؟ چون در کنج اطراف پنهان شده معلوم که سوال داری. پرس. عیناً همین خیلی از کجا فهمیدید؟ من میفهمم. من دوملو هستم. بپرس. استاد سیاحت استرونومی جایز است؟ چی؟ استاد همین خیلی چیز بوده است. انسان ها هنگام خواب روحشان از بدنشان برآمده به جای میخواستشان رفته میتوانستند استاد. بعد از سیاحت کردن باز به بدنشان برمیگشتند. سیاحت استرونومی میگفتند این را. جایز است یا نه؟ یا توبه هجری، روحت رو از بدنت چون جدا کردی چی به دست میاری؟ مگر اون رو به مغازه به نان خری روان میکنی؟ چی دانم آخر مگر دوری عالم کردنی هستی؟ نه استاد، یک طرفی وطن رفته چرخ زده می اومدیم. پسرم به وطن چرا روحت رو تنها روان میکنی؟ بدنت رو هم روان بکن تو یک جوی روان. یا خدای توبه. استاد روحم یک چند ساعته وطنمون رو تماشا کردن میآید. ای بیامان هجری، با اسرانم سرت رو مانده نکن. مگر رو از بدن جدا میشود پسرم؟ جدا نمیشود استاد. جدا نمیشود هجری. هنگام جدا شدنش آخر وفات میکنی. چون وفات کرده دیگر راهی برگشت نیست. یعنی استاد این کار انیق جایز نیست؟ چون که من این رو در اینجا می نویسم استاد. نویس هجری نویس. جایز نیست. تصدیق میکنم. جایز نیست. خدا از شما راضی باشد استاد. خدا از تو هم راضی باشد هجری. خیر، روزهای خوش. تشکر زیاد استاد. ماشاءالله.